ما اگر اونجا 200 تا موشک زدیم، الان آماده ایم که صدها موشک و هزاران موشک رو در سرزمین غصب شده اونها بنشانیم و مراکز امنیتی، مراکز نظامی، مراکز اقتصادیشون رو بزنیم. ببینید اونها در مقابل ما اون محدوده‌ای که غصب کردن این یکی از مناطق تهرانه، این مناطق شهرداری 20 گانه ما چقدره؟ اون اندازه که از مناطق 20 گانه ماست. یکیش ما کشور پهناوری هستیم، در هر نقطه تو کشور از لحاظ نظامی این آمادگی ایجاد کردیم. اگر نقطه ضربه بخوره از جای دیگه ضربه رو میزنیم. اونها چیکار میخوان بکنن؟ آمریکا که جرئت نمیکنه وارد نبرد ما بشه، اما ما در یک چشم بر هم زدنی اون یک قطعه رو، اون یک منطقه کوچک رو شخم میزنیم.